هویج برای میز برای دوست خوب آب هویج اگر هستش تقدیم کنید اگر ممکنه. من سوپرمارکت آب هم هویج هم داره. به نظر آب مقطر هم آب داره هم مقطر. هم مقطر آب جوش هم آب داره هم جوش داره. نه جوشش رو دوست ندارم. من مثلا همین آب داره خودم. سری که من انتخاب شخصی که مجلسی باشه دیگه احترامش به نظرتون داستان شنیدن کمک میکنه؟ چند مشترک بود با مسیرتون؟ به نظر من خیلی کمک میکنه. از این جهت که وقتی یه نفر یه مسیری رو رفته اون نقشه راهه شاید سفارش خودش باشه تو زندگی خودش، ولی میشه یه جایی مشترکات رو کشید بیرون و ازش استفاده کرد تا واقعا این تجربه که شخص داشته و در اون تجربه اشتباه رو تکرار نکنه. و یکی که بدونیم هم که چیزایی که تجربه کردیم فقط خودمون نیستیم، بقیه هم تجربیات مشابه دارن، فیلیر دارن، مثلا شانس آوردن توی پیشرفته خیلی هم امید میگیره هم مسیر هم میگیره. آره دیگه. و داستان دومی که داره یاد یه چیز افتادم، کلید اسرار. 2 تا داستانم تعریف می‌کردم. خب سیستم علیخانی محسن اونم مهمون نه اون یه مهمونی بود. چند تایی هم می‌آورد. چند دو تا کارت مختلف می‌آوردی، شما یکی آوردی زندگی پس از زندگی اونجا نور می‌دیدن یه تونلی رو اونجا نور می‌دیدن تونل تقریبا مرده بود. سالش هم اگه میخواید جذابش کنید بدن دیت بید کنم. رد فلگات چیه؟ غذاسیات بخوره. خب بچه ها بگیم 3 2 1 من فی بعدا بهم گفت خودم میگم مجوز خیلی هم خوب. در مورد داستان اول نکات مختلفی بود و تجربیات آرمان علی قنبری رو شنیدیم در مورد اینکه داخل شیراز مسیرش رو به عنوان کسی که داخل پتروشیمی و داخل صنعت خیلی جدی اینطوری بود شروع کرده بود و دانشگاه داخل این رابطه خونده بود، در مورد اینکه بیمارستان‌ها رو آزمایش می‌کرد. درست میگم؟ آزمایش کیفیت کنترل عجیب شد بیمارستان رو آزمایش بکنه. شغلت برام مهم نیست. نه ببخشید. در مورد این صحبت کردیم با آرمان و اینکه چطوری به برنامه‌نویسی علاقه‌مند شد، از دانشگاه انصراف داد، اولین شغلش رو گرفت، مهاجرت کرد به تهران و در حال حاضر هم به عنوان تیم لید فرانت اند داخل شرکت نرم افزار حسابداری هلو مشغول به کاره. و داخل پارت دوم قراره با مجتبی افراز عزیز صحبت کنیم. مجتبی علاوه بر اینکه داستان جذابی داره، داستان جذابی داره ولی هم چهره جذابی هم داره. و بریم شروع کنیم. مجتبی جان اول که چه خبر؟ کاربار خوبه؟ شکر خدا. اول روز برنامه‌نویس رو به همه دوستان تبریک میگم. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. باعث افتخاری که داریمت. یه دست بزن به افتخار روز برنامه‌نویس. اون کسایی که خیلی دست دادن وردپرس دیولپر بودن. حتی برنامه‌نویس فرانت اند هم نیستن. ولی نوکر. خیلی هم خوب. و اینو اول بپرسم ازت که ما چطوری با هم آشنا شدیم؟ چند وقته من تو هم میشناسیم؟ ما 2-3 سال میشه از اوایل شروع فرانت چپتر فکر کنم ما با هم آشناییم. جلسه سوم فکر کنم یعنی هفته سوم که برگزار شد من بنر فرانت چپتر تو این گروه‌های تلگرامی دیده بودم، جوین شدم و شرکت کردم و دیگه از اونجا مداوم صحبت رو تا
اینکه ارائه خودم مثلا تو فرانس چپتر برگزار شد و دیگه از اونجا هم دوستیمون شروع شد و ارتباطمون شکل گرفت. سال اولم روی استیج فرانس چپتر بودی؟ سال اول رو استیج نبودم. نه بک استیج ولی زیاد بک استیج زیاد بودم آره ولی رو استیج نبودم. اون سال سری اولی که همایش فرانس چپتر برگزار شد یه تیم از بچهای با سلام اومده بودن. آره. یه تیم از بچهای با سلام اومده بودن شبیه کارتل هایی که داخل مثلا شیکاگو فعالیت میکنن با اون استایل اومده بودن. 37 نفر آدم با ریش زیاد، هیبت، سیاه‌پوش و همه جاشون لوگو با سلام بود. جوراب‌های با لوگو با سلام. من این شرایطو نداشتم ولی آها تو مبرا بودی از آره ولی خب تایید آره ولی همه لباسای اینطوری پوشیده بودن و ما خیلی گرخیده بودیم دیگه. ما قبلش بچه‌ها حضوری ندیده بودیم. خوشحال شدیم که بریم. از سال اول همایش چیزی خاطره جذابی چیزی مثلا تو ذهنت مونده؟ همش جذاب بود. یعنی خاطره شد اومدیم اولین بار حضوری همو دیدیم با دوستای جدید پیدا کردیم کلی چیزی یاد گرفتیم. همش جذاب بود. خاطره به خصوصی الان تو ذهنم نیست ولی خب در کل تجربه خیلی خوبی. من به نظر خودم فکر کنم سال اول یه جورایی مثلا حس سفرش بیشتر بود تا سال دوم برای من دسته کرد. آره. چون سال دوم دیگه مثلا یه مقداری بیشتر هم شده بودیم بعد مسئولیت‌های بچه‌های اجرایی هم مثلا دیگه میدونستیم که خراش‌تر شده بود. دیگه مثلا روز ادونچرش سال اول بیشتر بود. آره بعد مثلا اون یکی دیگه خب اتفاقای بیشتر و عجیب غریب‌تری هم افتاد. مثلا لب ساحل آتیش روشن می‌کردیم با بچه‌ها و هم چای آتیشی و اتفاقای اینطوری داشتیم دیگه رو اسکیل جواب نمیدادیم. آره. گروگانگیری رو تو جفتش داشت. آره اونو بهش بعدم میپردازم. این تو ادیت در بیاریم. خیلی هم خوب. حالا دوست دارم که خودت مثلا داستانتو از اونجایی شروع کنی که اومدی سمت برنامه نویسی و اولین جاب تو گرفتی. این مسیری که چیا رو یاد گرفتی، چطوری فرانت اند رو انتخاب کردی، رزومه درست کردی، در مورد هر تیکه از اولین جای مسیرت ما قبلا با هم در صحبت کردیم. ولی دوست دارم که با دیتیل مثلا کاملا برای بچه‌ها. خب بخوام از اول داستان من شروع کنم با این سوال شروع می‌کنم. اینجا گیمر داریم. اونایی که گیمرن دستا بالا. من 2048 می‌زنم. اگه من از سن کم یادمه که خب تو خونه‌مون کامپیوتر بود. مثلا پدرم حالا به واسطه اینکه تخصص داشت من از بچگی یادمه که حالا تو خونه‌مون کامپیوتر بود و اولین مواجهه‌های من با کامپیوتر تو دوران بچگی مثلا شاید مثلا 4-5 سالگی مثلا فیلم دیدن بود و بازی کردن و اینا. اون موقع ویندوز ایکس پی مثلا چقدر خوشگل بود. بازی‌های آره بازی‌های مثلا خیلی الان نگاه می‌کنی می‌خندی ولی خب اولین مواجهه‌ام با دنیای کامپیوتر یکی انیمیشن دیدن بود و بعد بازی کردن. به واسطه اینکه شما می‌خوای بازی نصب کنی یا کنجکاوی که داری یه روز بازی باز نمی‌کنه، یه روز از بازی خسته میشی میری به منوهای مختلف کامپیوتر. توی این حالا کنجکاویام هی بیشتر با کامپیوتر آشنا می‌شدم، هی بیشتر جای مختلفش رو می‌رفتم چک می‌کردم، خرابکاری می‌کردم. از اون خب اون موقع مثلا بازی که میومد اصلا الان مثلا 16 گیگ مثلا رم داریم عمده بازی‌ها روی این نسل دیگه همه جواب میده. اون موقع بازی میومد مثلا شما 1 گیگ 2 گیگ بار رم اضافه می‌کردی. هی بازی سریع یا مثلا بازی‌های تاپ دیگه میومد مثلا اکثر سیستم‌ها جواب نمیداد. هی بازی جدید میومد رو سیستم من مثلا کار نمی‌کرد. مجبور شدم بازی تاپی که اون موقع اومده بود جی تی آی وای سیتی نبود. اون موقع چیز سن آندرس مثلا اون موقع که من یادم جدید بود مثلا من وقتی دیدم وای سیتی مثلا بود. مثلا دیگه چیزی که من شروع کردم بعد اومد دیگه مثلا بعدش سن آندرس بود. آره ولی اون موقع مثلا وای سیتی یادم بود مثلا جز اولین مواجهه‌ام با کامپیوتر مثلا وای سیتی وجود داشت. بعد خدمت شما عرض کنم مثلا اگه بازی جدیدی میومد شما لازم بود برید مثلا یه 2 گیگ رم اضافه کنید مثلا جاهای مختلف کامپیوتر رو تو ارتقایی بدی. به واسطه این حالا در کیسه رو واکن بفهم مثلا این چیه رم سی پی یو گرافیک فلان کنجکاویای این مدلی و این اومد جلو. این هی اومد جلو و من حالا هی میگم دیگه روتین شده بود عمدتاً بازی کردن و بعد دیگه حالا آشنا شدم با دنیای کامپیوتر و کارهای
کامپیوتری و نرم افزاری و سخت افزاری. تا اینکه یکم سنم که بالاتر رفت بوده، مثلا 13 14 سالگی بود، مثلا یه همچین بازه، مثلا 14 15 سالگی دیگه خب اونجا تو به کیهان فکر می‌کنی و به مثلا علت وجود انسان و خلقت و فلان و این 13 سالگی معمولا دیگه تو اون بازه تو یکم تغییر فکر نمی‌کردی؟ کیا 13 سالگی به علت وجود انسان فکر می‌کردن؟ بیا 3 نفر؟ زودتر؟ یه سری فکر کنم هنوزم فکر نمی‌کنم. اصلا تا الان من جوابمو گرفتم. حکمتی نداره. اصلا یه سری که من از اول میدونستم، مثلا نیاز نبود فکر کنم. آره یه چیزی، یه سوالی در من به وجود اومد که اصلا این بازی که من مثلا دارم انجام میدم چجوری ساخته شده. مثلا اوکی من الان دارم اینو بازی میکنم، چیزای مختلف داره، اصلا این چجوری ساخته شده، کی ساختتش. و شروع کردم به سرچ زدن. اون موقع از دایالاب گذشته بود، این ADSL مثلا تازه اومده بود و اینا، مثلا بین سویچ کردن که دایالاب ها مثلا داشت میرفت کنار ADSL میومد، ولی هنوز فضای نت مثلا مثل الان پررنگ نبود، ریسورس های فارسی خیلی کم بود و اینا. دیگه من اولین مواجهه‌ام با اینترنت اینجوری بود که می‌دیدم که هر چیزی سرچ کنی برات میاره بالا، خیلی عجیب. از همین استفاده کردم، رفتم سرچ زدم یک بازی چگونه ساخته می‌شود، چگونه بازی بسازیم. مثلا توی سرچ‌ها اینا رسیدم به این که مثلا فهمیدم بازی‌ها از اون موقع بود، مثلا بازی‌ها با موتورهای بازیسازی ساخته میشن و مثلا رفتم تحقیق کردم، فهمیدم ما این موتور بازیسازی داریم یونیتی که در دسترسه. و یادم رفتم، حالا از قبل نمیدونستم که مثلا یه سری مغازه دیده بودم قبلا که یک سری CD های آموزشی مثلا داشتن. قبلا مثلا میرفتم بازی بخرم، تو قفسه بغلی میدیدم نوشته آموزش گردو بود و آفرین آره ولی پک خیلی عجیب، پکای خوشگلی هم آموزش دریم آفرین مکعب طول بود و پکای خوشگلی. من هیچ توجه نمی‌کردم، مثلا میرفتم میبرم مثلا از این قفسه CD بازی بردارم، از اون مثلا آموزش اکسل، آموزش فلان، آموزش بیسار. تو ذهنم بود که مثلا همچین چیزایی وجود داره. یه روز رامو کش کردم رفتم همونجا، این دفعه رفتم سراغ قفسه آموزش‌ها، نه CD های بازی. گشتم دیدم یه CD آموزشی داره، آموزش بازیسازی سه‌بعدی با یونیتی. من اینو خریدم اومدم خونه و یادم اون موقع یه سیستمی داشتم رم مثلا فکر کنم 2-3 یه همچین چیزی، CPU پنتیوم مثلا. بعد مثلا من می‌خواستم رو اون مثلا یونیتی مثلا ران کنم و مثلا باش کار کنم و اینا. پکر رو خریدم اومدم شروع کردم به مثلا آموزش دادن. ولی موقع پکام خیلی عجیبه. مثلا الان شما یه دوره می‌خری اینجوری که MP3 MP4 فلان بهت میده می‌ذاری باز میشه. پک می‌خری یه داستان دیگه ای. پک‌های اون زمان فهم متوجه. خب پک غذا دیگه، پک CD دوستان، پک CD توی پک CD بود محتویات پک. جرم اینجا بودش یه چیزی. چی داشتم میگفتم؟ از علتهای استفاده از پک. خب و داستان عجیبه، مثلا این روش کد بود، مثل این شارژ ایرانسلا باید میتراشیدی به یه شماره SMS می‌کردی که فعال میشد و فقط هم 3 بار میتونستی اینو فعال کنی. الان بعد 3 بار شما دیگه هیچ آموزشی نداشتی، دیگه 3 بار دیدی دیگه. اگه تو یاد نگرفتی برو پیکار. الانم میگم. آره اصلا تو مال این داستان نیست. آقا ما این پک رو اکتیو کردیم و شروع کردیم آموزش دیدم. خب استپ اول نصب درست تاثیر پک دیشبه. نصب یونیتی و شروع بازی سازی و این. بعد مثلا من با یه لپتاپ داغون مثلا این فنش شروع کرده بود کار کردن، داغ کردن. خب یونیتی محیط تیریدیش، چون شما آبجکت‌های تیریدی داری خیلی ریسورس زیادی میگیره. رفت جلو شروع کردم دیدن خب این یه مثلا بازیه. من یادم مدرسه میرفتم مدرسه، برمیگشتم دیگه جای بازی کردن میشستم آموزش میدیدم. و این دیگه شروع کارم تا یه جایی رسید. بعد این مدتی این آموزشی رفت توی فازی که اینجوری بود که خب حالا ما نگاهش نکن.
بچه به خدا تقصیر من نیست. خودتون رو کنترل کنید. ما شجاعی چیز خنده‌داری است بگو من بفهمم. نه به خدا هیچ چیز خنده‌داری نیستش. متوجه. نه بریم. ببین خنده در هم مورد میاد. این داشتی میگفتی که نمیدونم چیکار کنم. آقا در مورد نه جدی بچه‌ها. دیگه اون میشه تو صورت هم دیگه نگاه نکنیم. آقا هیچ وقت از رفیقاتون دعوت نکنین بیاید با من حرف بزنید. این کار جواب نمیده. من چند تا پادکست صدا میکنم فکرم جواب میده. فکر کنم برای همه کار نمیکنه. نه ولی لیست شرایط داره. علی قنبری هم دوست منه. اینم بگم. ناراحت نشو. خب ولی برگردیم به چیزی که داشتیم توضیح میدادیم. آره رسید آموزش به یه جایی که به خدا نمیدونم. ببخشید چپتر یونیتی رو کم کنید واسه سوال بعدی تو بشه. یونیتی میتونیم پیش بریم یا نه؟ آقا ببین راستش خیلی دیپنده یعنی تاثیرگذاره این بخش. آقا یونیتی رو سریع اگر ممکنه داستان ببر. من به یه چیز دیگه فکر میکنم ببخشید. رسید به یه جایی که حالا میگفت خب ما آبجکت های تیریدیمون رو ایمپورت میکنیم و من اینجوری بودم که آبجکت تیریدی چیه؟ و شروع کردم دوباره سید زدن آبجکت تیریدی چیه؟ فهمیدم که ما یه بخش دو بعدی داریم که میشه عکس مثلا ابزارش فتوشاپه و معادلش یه سه بعدی داریم که آبجکت های سه بعدی که معادلش میشه مثلا تیریدی مکس و اینجور ابزارا. گفتم بعد آموزش صرفا یونیتی بود اینجوری بود که خب ما یه سری آبجکت 3D ایمپورت می‌کنیم اما اونها رو نداشتم. دوباره من برگشتم تو همون مغازه آموزش و بسته حتی از اولش هم خنده‌دار نبود. بدترین جوکایی که آدم میگه بیشترین در سر داره. خب ولی رفتی داخله. فقط آخه ظاهرا همه مصرف کردن یعنی مشکل کاش فقط من و ایشون بودیم کل جمع داره میخنده. وضعیت آب هویجو باید ممنوع کنم به نظرم. تاثیر داره. یه پا با زعفرون میده. خب ولی بچه‌ها بابا چرا اینطوری؟ یه سلام کمدی اجرا می‌کنی من نمی‌خندم. نخندیدم اجرا کردم نخندیدم. بعضی یادش خب ولی بسه واقعا بسه. چه دلیلی داره؟ آقا یکی بیاد به جای گل کنه من نمی‌تونم. آخه یه چیز بگم مشکل اینه بعد این داستان بازم یه پکی دیگه یا چیز بعد از بچه ها یه دستمال میتونم درخواست من نمیتونم وای اون آب معدنی هم بیاریم اصلا بود من احساس امنیت میکردم بس همون نمیشه چی؟ نمیدونم واقعا امیدوارم که فرجی بشه دست شما در نکنه چی؟ نه یکم نکته این پکت بود لاس داشتی نه نکته این بود که اون پک رو باید میخریدی که با استفاده بریم آره واقعا ادامه بده به من نه هر چیز زودتر از این رد بشیم بهتره. مرسی من رفتم آموزش 3D Max خریدم و شروع کردم به آموزش 3D Max دیدن یعنی از اون دنیای یونیتی اومدم بیرون شروع کردم حالا آبجکت سه بعدی چیه چجوری بسازیمش. حالا اینا دوباره چالش خودشه چون دوباره 3D هم پروسسش خیلی زیاده دوباره سیستم خیلی اذیت میکنه. حالا کاری نداریم از این میگذریم.
آقا من 3D Max رو یاد گرفتم، شروع کردم چجوری آبجکت 3D بسازم، آبجکت 3D چیه و چجوری توی یونیتی استفادهش کنم. یادم اولین آبجکتی هم که ساختم یه میز بود. میز رو ساختم و 3D Max خروجی گرفتم و توی یونیتی ایمپورتش کردم. و خب من فضا 3D دوست نداشتم. اینجوری که زودتر این آموزش تموم بشه من برگردم روی یونیتی و بازی سازی، چون که انگیزه اصلی مثلا بازی سازی بود. این 3D رو به واسطه اینکه من بتونم در نهایت یک بازی بسازم و خب از اولم اصرار داشتم که مثلا حتما 3D باشه. سایت‌های مثل پرشن، جیفیکس و اینجور چیزا نبودن. نه چی مثلا ریسورس نبود. نه حالا من نمیدونم اینا از چه سالی فعالیت کردن، ولی حداقل اون سال من نمیشناختم ریسورسی رو. رفتم دوباره سراغ یونیتی شروع کردم، آموزش یونیتی دیدم، بگم اندازه مثلا شاید چند ساعت دوباره آموزش دیدم. گفت خب حالا ما میایم برای این آبجکت 3D مون برنامه می‌نویسیم. و من اینجوری بودم که چه برنامه چیه مثلا. دوباره اینم نکتهش اینه، یهو در آموزش بعدی شروع کرد به کد نویسی توی محیط یونیتی، یعنی هیچ اینجوری که تو این بک‌گراند رو داری بلدی، صرفاً دوباره یونیتی گفته بود که مثلا ریکوایرمنت داره این دوره رو بگیر. نه حالا شاید هم گفت من دقت نکرده بودم، ولی هی استپ با استپ که میرفتم لازم آنلاین میشد که این چیه. میگم تو همون دوره مثلا 14 15 سالگی بود مثلا اینجا. دوباره رفتم گفتم خب آقا من موضوع تیردی رو رفتم حل کردم، رفتم یاد گرفتم و تونستم الان میفهمم اون تیکشو، بس همین سولوشن رو روی این مشکلم اجرا میکنم. رفتم بعد خب دوباره سرچ شدم، بعد حتی تو اون دوره هم هیچ بک‌گراند نداشتم مثلا با چی داریم کد میزنیم و من اون اولین فریمایی که از آموزش دیدم نمیدونستم خب این زبان برنامه‌نویسیش چیه. دوباره رفتم سرچ زدم برنامه‌نویسی چیست، برنامه مثلا کد چیست فلان، بعد همین زبان مختلف داریم. دوباره سرچ کردم فهمیدم که مثلا یونیتی حالا اون موقع الان نمیدونم چجوریه. فهمیدم که مثلا با C و C# مثلا میشد روش کد نوشت. فکر کنم C# داره و JS داره. JS مثلا اون موقع JS هم نداشت، با C و C# بود که مثلا حالا هر ریسورسی هم توصیه می‌کرد میگفت خب C# جدیدتر با C# مثلا ریکامندد که مثلا C# استفاده بشه. و من خب اون تحقیقی که کردم دوباره برگشتم CD آموزش C# خریدم و دوباره نشستم آموزش C# دیدم. اینجا یه لامپی تو مغز من روشن شد، دیدم چقدر برنامه‌نویسی باحاله. این حسو نسبت به 3D کار کردن اصلا حتی انتظاری نداشتم که اسم برنامه‌نویسی این باشه. اینجوری بودم که خب اینا حالا تعامل می‌کنم، یادش میگیرم میرم دوباره یونیتی. در مورد برنامه‌نویسی که خوندی مثلا تو این سایت‌ها ریسورس‌ها که چک می‌کردی چیز اینو پیدا کردی که برنامه‌نویسی فقط برای گیم نیست، یعنی با این C# که داری یاد می‌گیری می‌تونی آره این رو میدونستم از قبل، میدونستم که آقا مثلا حتی ویندوز هم خب یه برنامه‌نویسی داشته فلان. اینکه خب برنامه‌نویسی مختص به گیم نیست رو بک‌گراند داشتم که هر برنامه‌ای که مثلا آقا آفیس مثلا بود، مثلا اینو میدونستم که آفیس برنامه‌نویسی شده مثلا، ولی راجع به گیم این دیدم نداشتم. و من این آموزش برنامه‌نویسی رو که می‌دیدم تو خودم حس می‌کردم که چقدر این بیشتر داره بهم کیف میده، چقدر اکسایتد ترم حتی نسبت به همون یونیتیه. و 3D Max رو دست و پا شکسته می‌دیدم، دو تا فیلم یکی می‌دیدم، ولی این برنامه‌نویسی ها کامل نشستم دیدم. نه مدرس اینا هم یکی نبود. نه و نکتهش این بود همه این دوره‌ها خب اون موقع مدرسای فارسی هم نبود، همه این دوره‌ها اینجوری دوبله شده بود. یعنی مدرس فارسی نداشت، یک مثلا آموزش خارجی بود که این شرکت در واقع شرکتی که مثلا دیدم یه خانم هم روش صحبت می‌کرد. نکتهش این بود اگر مدرسش خانم بود یه خانم صحبت می‌کرد و یا آقا. یه چیزی داره تو ذهنم مثلا همین چیزایی یادم نمیاد. یونیتیشو داشتیم با هم گرفتیم. یونیتی ما همون رو گرفتیم. نه ما اولش انگلیسی خودش داشتیم. از انگلیسی من فکر کنم شما دو بعدیشو گرفتید. چون سه بعدی بود. انگلیسی خودش دو بعدیه. نه سه بعدی تو این. حالا نه ولی من می‌خواستم اینو بگم که یادمه که اون کسی که داشت روی این ویدیو صحبت می‌کرد هیچ دیدی از برنامه‌نویسی نداشت، یعنی یه سری کلمات تخصصی نکتهش همینه. آفرین آره میگم دوبله بود، یعنی اون آموزش هم اونقدر کیفیت و کوالیتی خوبی نداشت. و من این آموزش C# رو تا تهش دیدم و دیگه از اون دوره هم راهنمایی هست یعنی آره دبیرستان نیست. ما تو کلاس 9م 8م فکر کنم یه همچین چیزی میشه، قبل هنرستان میشه یه همچین. من قدیم جایی نمیدونم. یه دونه خوندی دیگه، تو قدیم خوندی دیگه. قدیم کی؟ پارسال مثلا دوم راهنمایی
من اینجوری درس خوندم، شما رو نمیدونم. یه 6 سال درس خوندم، یه 3 سال اول، یه 3 سال دوم. حرفای سیاسی نزد، راجع به نظام اینا صحبت نکنید. اینم در بیارید. خب بعد برنامه نویسی رو آموزشش رو دیدی با این دوره و کیفیت خوبی هم نداشت ولی علاقت رو پیدا کرد. آره خیلی بیسیکا رو یاد گرفتی که مثلا کاندیشن اینو نمیدونم. دقیقاً. آره فانکشن و لوپ و مسائل مثلا بیسیک برنامه نویسی. و اون موقع حالا MVC بود، همه پرو اینا نبود راجع به سی شارپ، حالا دوستانی که سی شارپ کارن میدونن. اون موقع MVC بود ولی این دوباره آموزش MVC هم نبود، این صرفا خود زبون سی شارپ. من دیگه اون سی شارپ رو تا تهش دیدم و تیریدی و یونیتی و اینا کلا از ذهنم رفت. این سی شارپ رو تهش دیدم و دیگه اینجوری دیدم که خب باحاله دیگه یاد گرفتم. تو دورهش مثلا ویندوز فرم اپلیکیشن یاد میداد یا برنامه کنسول؟ اول کنسول بود و بعد مثلا میرفت روی ویندوز فرم. ویندوز فرم شروع MVC فکر کنم بود میشد اگه در یادم باشه، ولی ویندوز فرم یادم آخراش اونقدر ادوانس روی مثلا ویندوز فرم نبود. عمده مفاهیم مثل لوپ و مثل فانکشن اینا رو روی کنسول توضیح میداد، ولی میگه آقا مثلا رو سی شارپ میتونی ویندوز فرم اپلیکیشن بسازی، فلان هم بسازی، MVC هم داریم مثلا. اینو داخل دوره پریمیوم بعدی یاد میداد. یه پریویوی میداد و دوباره حالا بر اونها هم شرکت آموزش داشت که حالا آقا MVC فلان ویندوز فرم. میرفت تو مثلا کورس بعدی. و من این دوره رو دیدم تموم شد و دیگه گفتم خب اوکی دیگه اون انگیزه نداشتم مثلا برای بازی بسازم و اینا، گفتم خب اوکی الان تموم شد، ولی برام جالب بود، هر از گاهی میومدم یه بری میرفتم. و از اونجایی که خب من از بچگی علاقه‌ام به کامپیوتر بود و تقریبا اگر تایمی مدرسه نبودم بقیه‌اش رو یا تو گوشه فوتبال بازی می‌کردم یا پشت کامپیوتر بودم اگر تو خونه بودم. تایم انتخاب رشته شد و من خب نرم افزار انتخاب کردم با توجه به اینکه خب حالا خانواده‌ها حالا نمیدونم الان هم اینطوریه، آفرین آره اصلا اینجوری که مثلا هنرستان فضای خوبی نداره، نرو مثلا برو ریاضی بخون فلان و اینا. حالا من با اصرار و اینا تونستم که رشته نرم افزار رو انتخاب کنم و هنرستان رو شروع کردم. کیا هنرستان نرم افزار رو خوندن اینجا؟ کامپیوتر شبکه و نرم افزار الان بهش میگن. آره کامپیوتر. حالا فکر کنم کتابا الان عوض شده، فکر کنم یعنی شاید یه بگیران نداشته باشه نسبت به کامپیوتر. اون موقع پکیج کامل یعنی همه چی توی هنرستان درس میدن. آره. HTML آره اینم بود، ولی دوره ما اینجوری بود که مثلا همه درس‌ها عمومی بود جز 2 تا کتاب، مثلا 2 تا کلاس مثلا تخصصی داشتیم ما. یادم مثلا اوایل به ما ایلاستریتور رو اینا یاد میدادن و یه تایمی گذشت شروع شد پارت برنامه‌نویسی این موضوع شروع شد و یادم هنوز من استاد رفت پای تخته گفت خب بچه‌ها می‌خوام بهتون برنامه‌نویسی یاد بدم. شروع کرد توضیح دادن اینا، بعد بچه‌ها هم کلاسی پای تخته. آره خب نه همون صحبت‌های اولیه و مقدمه و شروع کرد کار برنامه‌نویسی اینطوری اونطوری، بچه‌ها همه اکسایتد چشم 4 تا شده بود که چه چیز خفنی فلان آخشون هیجان زده. یهو شروع کرد مثلا حالا رفت تو عمق درس که خب بچه‌ها برنامه‌نویسی فلان مثلا ویژوال استودیو، اون موقع هم سی شارپ هم تو هنرستان داد. شروع شد صحبت و آره خب بچه‌ها اولین چیز متغیر، ما توی برنامه‌نویسی متغیر داریم و متغیر استرینگ داریم، متغیر نامبر داریم، اینت داریم، اینتیجر داریم. یهو از اینجا بچه‌ها دیگه اون علاقه‌شون تموم شد. این بچه‌ها اینجوری بودن که یعنی چی؟ یعنی یک استرینگ چرا با یک اینتیجر فرق می‌کنه؟ یعنی چی؟ یکی دیگه و همه تو در و دیوار و اینا. و از اینجا شروع شد. مثلا مشق این بود. برید یه استرینگ مثلا چیز تعریف کنید، یه متغیر استرینگ تعریف کنید با یه متغیر اینتیجر. برید مثلا 2 تا اینتیجر رو با هم دیگه جمع بزنید. بعد اینا مثلا بچه‌ها مثلا یه نیم ساعت رو این مثلا درگیر بودن. اینتیجر چیه؟ استرینگ چیه؟ بولیان چیه؟ بعد من اون موقع یادم خب من اولین درآمدم از برنامه‌نویسی نبود. من اون موقع خب جای دیگه سر کار میرفتم و یادم مثلا از هنرستان من ساعت 2 اگر تموم میشد مثلا 4 باید میرفتم سر کار دیگه، از 4 مثلا تا 1 شب دوباره درگیر بودم. بعد دوباره 1 که میخوابیدم 6 باید میومدم هنرستان و من سر این هم خستگیم زیاد بود هم خوابم کم بود. بعد دیگه تو سکشن برنامه‌نویسی اینجوری که مثلا من تو 30 ثانیه مثلا 1 دقیقه کار، ولی با این حال که این قدم
درگیر کار کردن و درگیر مدرسه و یعنی تایم نداشتی ولی برای یاد گرفتن برنامه‌نویسی تایم می‌ذاشتی. برنامه‌نویسی به جز مدرسه هم می‌ذاشتی. نکتهش این بود که برنامه‌نویسی من سنم که کمتر بود اون دوره ها رو می‌دیدم. یکم سنم که رفت بیشتر وارد هنرستان شدم کنارش کارم شروع کردم. این اون یادگیری برنامه‌نویسی من قبل از این بود که من سر کار برم. الان یه فقط تو مدرسه دنبال می‌کردی. آره اون موقع که آموزشگر دیده بودم تموم شده بود. داستان دیگه تایم بیرونه مثلا هنرستان سر کار میرفتم. من یادم مثلا کل ذوقم این بود که این کلاس برنامه‌نویسی شروع بشه. من مثلا تو یه دقیقه کارم جمع کنم، بقیه روزو برم بگیرم بخوابم مثلا رو صندلی و اینا که مثلا کمبود خواب و خستگی دیروز جبران بشه. بعد خب من تو مدرسه بچه شر و شوری هم بودم. از اینکه همیشه مثلا میگفت برو جلوی دفتر مدیر وایسا از کلاس مینداختم بیرون و اینا، زیاد معلم‌ها مثلا منو میکشیدن کنار یه تابی به گوشم میدادن که آقا مثلا بچه آروم بشین و این داستانا. یه روز من یادمه استاد این درس برنامه‌نویسی مثلا اون روز مثلا مسخره‌بازی هم زیاد در آوردم، سر کلاس اذیت و اینا زیاد کرده بود. من داشتم مثلا ساعت 2 شده دیگه تعطیل شدیم و داشتیم میرفتیم خونه، من استرس اونا که مثلا زود برم خونه مثلا لباس عوض کنم یه غذا بخورم برم سر کار. معلم گفت وایسا. و من کل مدت استرس و اینا که خدایا مثلا چی میخواد بگه مثلا حالت تعریف این داستان کمتر کنه میشه. آره که چی میخواد به من بگه مثلا من چیکار کردم الان میخواد دوباره بخوام. یعنی انتظار داشتی که مثلا شاکی باشه. آقا همیشه همین بود. اگه معلم میگفت وایسا معلم مثلا بحث داشتی قبلا؟ نه اتفاقا کم چالش ترین بود چون خودم ترجیح بود که بگیرم بخوام سر کلاس، خیلی با هم کنتاکتی نداشتم. ولی خب تا الان سناریو اینجوری بود که هر موقع دبیر منو میکشید کنار اینجوری بود که می‌خواست مثلا بتوبه بره. حالا من از اون بر ساعت داشت میرفتم مثلا دیرم هم شده بود استرس و اینا، من کشید کنار مثلا همه بچه‌ها رفتن هنرستان خارج شد، من کشید کنار گفتش که تو چیکار می‌کنی؟ خب من واقعا تو رستوران کار می‌کردم. مثلا روم نشد بگم آقا مثلا من تو رستوران کار می‌کنم، گفتم این من درس می‌خونم و دیگه بقیه تایم دیگه همین دیگه. گفتش که نه تو یه جایی کار می‌کنی، سابقه چیزی داری. گفتم اون نه به خودم مثلا من چی. گفت پس چه جوریه مثلا من به تو یه چیزی مثلا تکلیفی چیزی بچه‌ها همه تو در دیوار یه نیم ساعت 40 دقیقه با اینو سر کله بزنم تو اصلا نمی‌دونم چالشی داره، تو یه بک‌گراندی داری. تعریف کردم همین داستانا براش، گفتم خودم مثلا چند سال پیش رفتم و اینا و خیلی خوشش اومد. پسند گفتم مثلا استعداد داری و این داستانا. گفت ما شرکتی داریم اگر موافق باشی الان هنوز برای ورود به بازار کار مناسب نیستی، ولی اگر دلت بخواد میتونی اونجا کارآموز بشی، من استعدادتون می‌بینم. و 3 ماه کارآموزی بدون حقوق و اینا، اگر مثلا بعدش اوکی بودی ما میتونیم استخدامت کنیم پروژه ازت استفاده کنیم. بعد من همینجوری داشتم نگاه می‌کردم که این چی داره میگه، بیا شرکت و فلان و آره. و بعد خب منم اون موقع خب فضای مثلا رستوران خیلی فضای شیکی نیست دیگه، میدونی مثلا دادیزاد داری مثلا روغن میدی هی اینو ببر اونو بیار بشور بپز بساف فلان. یه سال نمیدونستی قبلش میتونستی از برنامه‌نویسی پول در بیاری؟ چرا؟ ولی خب مثلا شما تو اون بازه سنی خیلی به این فکر نمی‌کنی که الان وقتشه کریر پول در بیاری. این صحبت‌ها مثلا الانا بیشتر بابه. آره خیلی. تو تا حالا برنامه‌نویس دیده بودی قبلش تو زندگیت؟ نه. یعنی نه. جدی میگم مثلا تو دیده نه آخه اون موقع ندیده بودیم کسی که از برنامه مثلا بگن این آقا برنامه‌نویس شغلش اینه. حالا دیدیم یه نفر کد میزنه ولی بگیم این یارو زندگیش با برنامه‌نویسی میگرده مثلا از تدریس برنامه‌نویسی معلم بود. نه همونا رو من ندیده بودم. نکتهش این بود. یعنی اصلا تو مثلا این اینداستری آیتی و اینا مثلا خیلی کسی دور و بر من نبود. آره بگیم اون طرف شغلش یه شغل مرتبط به کامپیوتر داره، از فضای نرم افزار و اینا درآمد کسب میکنه. و خدمت شما عرض کنم که من دیگه اون روز عجله‌ای رفتم و من کل شبی که داشتم کار می‌کردم فکرم بشه ساعتین بنده خدا بود. یه نکته هم من فکر کنم حقوق مثلا تو رستوران ما 800,000 تومان بود اگر اشتباه نکنم و مثلا حالا اون موقع مثلا برای بچه مثلا 800,000 تومان مثلا پول خوبی بود، مثلا قابل قبول خوب به مثلا. آره یادم نمیاد چه سالی بود ولی یادمه که اون پول مزه میداد. بعد مثلا من داشتم فکر می‌کردم که خدایا برم نرم این چی میگه، مثلا یهو برم 3 ماه مثلا اونجا بعد مثلا تجربه کارم از این کارم بیام آفرین. آره و میگم اون 800,000 تومانش ماهانه دیگه داشت بهم حال میداد، مثلا روتینم رو اون بسته بودم.
ولی خیلی فکر کردم و حالا جالب یه سری اتفاقاتم رندوم شد مثلا در کنار اون افتاد. مثلا همون شب مثلا 2 تا تماس مثلا داشتم، همون شبی که این اتفاق افتاد سر کار 2 تا تماس جواب دادم، بعد صبح کارم مثلا شروع کرد دعوا کردن، گوشی از من گرفت پرت کرد تو کمد، گفت فردا گوشی نمیاری. مثلا همین این یکی درش من خیلی بهم برخورد که مثلا یعنی چه رفتاریه مثلا با من میکنم و اینا مزیده بر علت شد. در نهایت چند فکر کردم گفتم خب اوکی آخر اون صاحبکارم گم. آره اینجوری بودم که اوکی تو تا ابد که نمیتونی این شرایطو داشته باشی. اوکی ریسک رو کردم. اون موقع هم خیلی میگم مثلا آینده نگری و مثلا بگم فعلا نداشتم، خیلی در لحظه فکر می‌کردم بیشتر. اصلا بچه‌های داخل اون سن فکر کنم هیچ کدوممون داخل اون سن فکر می‌کردیم که کریر ما چه شکلی میره جلو، یعنی پلن کرده بودیم که هیچ ایده نمیشه داشت. اینقدر فضا مبهمه و تو تجربه نداری نمیدونی واقعا قدم اولی چه. حتی فکر کنم 13 ساله‌های الان خیلی آدم زیاد دیدن. آفرین. آره میدونن چه خبره. سوشال مدیا آره سوشال مدیا جنریشن این داستانی راحت‌تر سوشال مدیا در دستشونه و راحت‌تر میتونن مثلا ته مسیر در بیارن. مثلا این شد من فرداش رفتم هنرستان و به اون دبیرم گفتم اوکی. دبیرم گفت اوکی بیا و بعد من رفتم آدرس دفترشون رو داد. مثلا من اینجوری بودم که خب اوکی دارم دفتر رو رفته بودم یادمه اون روزو ساعت 12 ظهر بود، خیلی هم گرم. رفتم دفتر بعد اینجوری بودم، بعد نشستم قشنگ با احترام چای برام آوردن، یه قرارداد گذاشتن جلوم و اینا. بعد من کارآموزی آره که توی قرارداد آره اولین و آخرین جایی که تو زندگی سفته دادم همونجا بود. آره میتونم تعریف کنم که مثلا بعداً با چوب کشی من رفتم مثلا سفته رو پس گرفتم. برای همین اولین و آخرین جا بود. و آره تعجب کردم، یعنی مثلا آدما همچین جایی کار میکنن، مثلا با لباسی که دوست دارن میان، مثلا سر میز میشینن کار میکنن دیگه، مثلا بوی روغن و پشت فر مثلا دیگه نیست. و خیلی حال کرده بودم از اینکه اوکی یه کلاس کاری حداقل از این ذوق کرده که راحت‌تره، حداقل تو صندلی میشینی. خلاصه شروع شد 3 ماه من شروع شد. من کارآموز سی شارپ بودم. وسط دوره کارآموزی دیگه مثلا تو انوایرمنت برنامه‌نویسی و اینا که من اومده بودم، هی با این صحبت می‌کردیم. خب برنامه‌نویسا دیگه رو می‌دیدیم مثلا دارن پروژه کار می‌کنن. بعد مثلا من گفتم میشه مثلا یه روزی منم پروژه واقعی بدم. می‌تونی بگی شرکت مثلا ایجنسی بود؟ شرکت ایجنسی بود. آره مثلا سایت بیشتر درست می‌کردن. سایت بیشتر درست می‌کردن. آره اون موقع هم یادمه من اون موقعی که وارد شدم روی یه وب اپلیکیشنی کار می‌کردم، مارکت پلیس استور بود که مثلا منم در آینده اون پروژه مثلا جذب کرده بودم، یعنی عمده پروژه شرکت اون پروژه بود. ولی آره ایجنسی طور بود که از بیرون مثلا پروژه‌های طراحی سایت اونجا میگرفت انجام میداد. نه برای ازت پرسیدم جایی که استارتاپی ان خیلی جای نرم‌تری ان. احساس می‌کنم یه جورایی مثلا همه خیلی همدلن و اینا، بعد همه دارن تلاش می‌کنن به یه چیزی برسن. برای اولین جا کار کردن. ولی جایی که بری که ایجنسیه که مثلا اینجور کوپریشن جدیه، واقعا چیزه، یعنی خود اون درگیر رسیدن به اون ددلاینشون اینا خیلی فضای مثلا یادگیری از تو میخواد از روز اول بشین اینجا یه کاری انجام بدی. اتفاقا من برعکس فکر میکنم. من فضای استارتاپی رو برای شروع نمیپسندم. اتفاقا اگه ایجنسی باشه، اگر تو چارچوب باشه، حالا اونجوری که کارآموز رو ول کنن نه واقعا، اگر توی چارچوب باشه محیط جدی‌تره، ددلاینا بیشتر لمس میشه اهمیتش و روتینه بیشتره. یه چیزی که تو آموزش مهمه اینه که فردا سورپرایز نشی. آموزش باید روتین باشه، یادگیری باید روتین باشه و فضا امن و استیبل باشه. استارتاپ چون اینجوری نیست. یعنی استارتاپ اگه اینجوری باشه آره استارتاپ ذاتاً اینجوری اگه اینجوری باشه اصلا اشتباهه. استارتاپ هر روز اینجوریه که تو باید زندگی اینجوری باشی، من دارم میرم سر کار، اتفاق جدیدی قراره بیفته و این تغییر و تحولاتی و این تغییر و تحولات برای کسی که داره شروع میکنه کریرشو من معتقدم مناسب نیست. استیبیلیتی یکی از مهمترین چیزاییه که شما حین یادگیری یک چیزی نیاز دارید. مثلا از خودتون تجربه کردید وقتی یه چیزی رو یاد میگیرید تو زندگیتون یه مشکلی پیش میاد که اعصاب و روانتون رو درگیر میکنه، خودتون دیگه نمیتونید درست تمرکز کنید روی اون آموزشه. استارتاپ هم همینه، هر روز اخبار عجیب غریب، اتفاقات عجیب غریب
شما تمرکزتون از چه پرتنشی. آره تمرکز رو از آموزش میگیره. هیچی، من دیگه وسط کارآموزی مثلا دیگه فهمیده بودم فرانتی وجود داره، بکی وجود داره، اینطوری یکم بیشتر آشنا شده بودم، به دنیای فرانت بیشتر علاقه داشتم. رفتم صحبت کردم میخوام کارآموز فرانت بشم. یه ماه گذشته بود، یک ماه دیگه هم بود. یعنی یه 3 ماه جدید شروع کردم تو فرانت و این شد که بعد از 3 ماه هم راضی بودن و این شد اولین استخدام من در یک شرکت در کریر کاری. و یعنی مثلا داخل جاب تایتلتون جا 3 ماه فرانت اند اینترن بودم، یعنی یه ماه که حالا بک اند اینترن بودم، 3 ماه فرانت اند اینترن، بعدشون شدم جونیور فرانت اند بودم. آره بک اند دیگه تمرکزش رفت کنار دیگه، سی شارپ و اینا رو دیگه از اون سال دیگه نزدم اصلا. دیگه فرانت و آره این شد جاب تایتل. بعد دوباره داخل همون شرکته چقدر ادامه دادی؟ 1 سال و 3-4 ماه. 1 سال و 3-4 ماه بودم. 1 سال و 3-4 یعنی در واقع 3-4 مدرسه؟ آره یعنی مثلا سال بعدش هم دوباره مدرسه بودی؟ یا سال آخر مدرسه؟ آره نه، یه سال یعنی 10 میشه دیگه. یعنی من شروع 3 سال هنرستانم تا 12 داریم دیگه. تا 12 هنرستان تا 11 نه تا 12 داریم، بعدش کنکور میشه. عجب. و خانواده میخوام اگه که چیزای ریاکشنشون رو بدونی که مثلا بهمون بگی که مثلا اوکی بودن، یعنی اونا مثلا دیدشون در مورد برنامه‌نویسی چی بود که مثلا از این سن بچه ما به جای اینکه سمت چه بدونم چیزایی که خیلی عرف و اینا بره، چون که مثلا کار کردن خیلی رستوران اینا به عنوان چیزای پارت تایم مثلا منطقش هست، ولی این یکی که بری یه شرکت و مثلا اینا که یه کریر متفاوتی اینا، یعنی میتونه یه کار دائمی باشه، خانواده فکر میکنم مثلا یه کمی مردد بشه. من خانواده‌ام از اول با کار کردنم اوکی نبود و چون مثلا حالا من با یکم کله شب بازی رفتم تو رستوران کار میکردم، از اول دیدشون نسبت به کار کردن من به خصوص تایم مدرسه کلا منفی بود، لذا کمکی نکرد تغییر من و تو شرکت کار کردن تو دیدشون. کنندشون بود که اوکی کار نکن، تغییر ایجاد نکرد، راستشون از اول بگیراز بد ایجاد شده. و اینو ازت بپرسم که الان از اون سال مثلا چند سال میگذره دیگه؟ 5-6 سال میگذره. 5-6 سال میگذره و منم از سن خیلی کم رفتم کار کردم. منم از فکر کنم 16 سالگی اول اینجا رفتم یه دفتر دستک کنم، یه جای خیلی گنده جدی که همه با کت و شلوار بودن، آدمای خیلی جدی‌ها. نمیدونم از اون شرکت‌ها دیدین یا نه. اونجا استخدام شدم و نکته هست که ما با در جریان باشیم؟ اوکی. ممنون. از سن خیلی کم رفتم اونجا کار کردم. یکی از همکارام یه سری به شوخی به من گفتش که مثلا من اون موقع 15 سالم بود، همه مثلا 25 به بعد بودن، یعنی اختلاف سنین با همکارام 10 سال بود. منم مثلا واقعا اونجا فول استک دیولپر بودم و آدم با انگیزه جدی بودم و اینا و منو سعی می‌کردن نگه دارن، چون در واقع کودکی کار استخدام کردن ارزونه. من الان میفهمم. اون موقع نمیدونستم، خوشحال بودم. ولی الان من میگم که یکی از همکارام به شوخی موقع بهم گفت کودک کار و همه دور هم دیگه خندیدیم و اینا. مثلا نمی‌سن من چهره گفتم مثلا شما 15 سالم تو دیگه کودکی کاری. به نظرت خوبه الان روی تجربه خودت از زندگی، من رو تجربه خودم از زندگی خوبیاشو میدونم، بدیاشو هم میدونم، ولی احساس میکنم که بدیاش بیشتره. یکم کار کردن از سن کم؟ از سن کم برای من فکر کنم بیشتره. تو هر اینداستری یا صرفا تو آیتی؟ من اینداستریال نمیدونم. نه در مورد آیتی، در مورد همین که تو شرکت برنامه‌نویسی بودی. نه من خیلی اوکیه. اوکی باید. آخه نکتهش اینه که جواب داده، میدونی؟ مثلا من و توی که از سن پایین شروع کردیم جواب داده دیگه. احساس نمی‌کنی چیزی مثلا میس کردی؟ مثلا علاوه سنسی بگی مثلا بچگی نکردم، کودکی نکردم؟ اون که آره، ولی ببین به اتفاقی که بر من افتاد اینه که الان حس میکنم که اون موقع سافت اسکیلم صفر بود. طبیعیه. آره، و هارد اسکیل یه سری چیزای کارا بنداز بردم، ولی سافت اسکیلم صفر بود و احساس میکنم که آدمایی که اطراف من بودن، مثلا بذار اینطوری بهت بگم، من اصلا
دفتری که کار می‌کنم اون شرکت یه سری اپورتونیتی‌ها رو به خاطر سنت و چیزی که نمیدونستی اسم می‌کنی آره اصلا من داخل بازی نبودم. آفرین فقط به عنوان تخصص یعنی جزء یه جوری ابجکتیو شده بودم. خیلی بده اینطوری بگم ولی آره جان من همین مسیر تقریبا دوستمون داشتم ولی با این تفاوت که من اون چیزایی که بچه‌ها ببخشید علی میکروفون رو میرسونی به دوستمون اگه ممکن دوباره سوالتو تکرار کنم. متشکرم. من تقریبا همین مسیر دوستمون رو داشتم با این تفاوت که اون چیزایی که من نمیدونم فوتبال و اینجور چیزا بوده رو گذاشتم کنار. بعد گفتم خب این برنامه‌نویسیه بیشتر داره بهم حال میده. بذار برم سمت این، هم دارم یه پولی ازش در میارم، هم دارم چی میگن یاد میگیرم. و الان مثلا من در جواب این حرفا میتونست مثلا اونا رو گذاشته کنار رفته سمت یه چیزی که باهاش حال میکنه. خب این یکی که آدم یاد بگیره و داخل محیط خونه‌ای در حال یادگیری هستی یه پولی از داخل خونه بودن در بیاری یا نمیدونم فریلنسری و اینا به نظرم یه کمی اوکی تره ولی داخل محیطی که آدما هر روز دارن لباس میپوشن میرن سر کار و لایفشون از اون داستان میگذره اینکه یه بچه هم همکارشون بشه اتفاق عجیبیه. مثلا من الان همکار دارم با یه آدم کار میکنم یه جوان 15 ساله باشه با سافت اسکیل ضعیف من الان درک میکنم خودم موقع چه آدمی نشست میبینم. حالا جدا از نشست بودنه آدم چفت داستانی نبودنه. اوکی هر چقدر تو الان اون درک کنی اونا هم قطعا تو رو درک می‌کردن. منم نسبت خودم دارم. آها یعنی میگی که همین درکی که تو نسبت به اون آدم الان کم سن داری قطعا اون بازه هم نسبت تو وجود داشته. و من میگم چیز اوکیه. و نکتهش اینه تو تا تو زندگی یه اپورتونیتی رو از دست ندی و یعنی هیچ وقت نمی‌فهمی آها من به خاطر این علت رو از دست دادم تو کل زندگی کامپرمایز کنی دیگه هر موقع که هستی ببینی که من نمیگم من حس می‌کنم مفیده اتفاقا من به همه توصیه می‌کنم هر کی اصلا سوال می‌پرسه یا بیشتر آموزش ببینم یا برم کارآموزی کنم. من همیشه کارآموزی تو محیط یه سری کارآموزی الان مثلا ریموته خیلی نیست ولی اینجوری هم که چه معنی میده من کارآموزی رو همیشه مثلا یه سال کارآموزی کنم اشکال نداره. آره این آموزش دیگه یعنی داخل یکی از جلسه هم صحبت میکردیم اتفاقا سری قبلی که همینجا بودیم مسعود بزرگ میگفتش اما مسعود میگفتش که فکر کنیم جزء تحصیلتونه شما اگه برای درس خوندن بهتون پول میدن. آره اونجا برین کار کنید. دلیلش هم اینه که میگم همون پکیج فروشی و اینا چون مود شده و همه میخوام مثلا بگم پکیج من سریعتر مثلا وارد بازار کار شو سریع به درآمد فلان برسه. این حول و بلا رو تو آدما ایجاد میکنن که من نمیتونم یه سال برم کارآموزی کنم. چرا نمیتونی یه سال بری کارآموزی کنی؟ 12 سال درس خوندی. حالا یه سال این درس رو بخونی. اشکال نداره. یک سال رایگان کار کنم یک سال کارآموزی حالا رایگان در بدترین سناریو رایگان داستان خوبه نزدیک شما زمانی که کارآموزی می‌دید بچه میکروفون رو میخواد چیز کنی با میکروفون صحبت کنی نیست کی داره صحبت بچه ها اینسان من فقط یه چیز زنگه کنم داستان پر طاووس و جور هندستانه دیگه هندوستان چیه؟ هندوستان نیست دست اوکی جورشو نکشیدی احتمالاً توهین نباشه ولی میخوام بگم که راست میگه شاید یه سری هستن که جورشو کشیدن پر طاووس هم دستشون کارآموزی می‌بینید چیو؟ جور این پر طاووس کارآموزی هر چیزی شما تعمیمش بده به جور کشیدن میگه تو ذهن شما چی باشه حالا یه اتفاقی که افتادش اینه که مثلا واسه خود من پیش اومده بود اینکه شما یه حالت کمالگرایی پیدا می‌کنی زمانی که یه پکیج تهیه می‌کنی چون نمی‌دونی تو بازار کار داره چه اتفاقی میفته درگیر یه سری حاشیه‌ای میشی که چون واقعیت رو نمی‌دونی چیه ولی اون کارآموزی هم علاوه مهارت نرمه بهت کمک می‌کنه چون اول که میری به قول قدیمی سیلی می‌خوری از این حالت که آقا مهارت نرمه مهمه ها من با اون یو آی کار سرکله بزنم بک انده هستش و این تجربیه یه جورایی شما زمانی که تجربه رو نداشته باشی هر چقدر پشت در بمونی و تقلا بکنی کارت سخت‌تره یه جایی حتی ممکنه ناامید بشی اصلا ول کنی بله ولی بدید امید یه چیزی من زمینه کنم تو هدف گذاری یه متد هدف گذاری داریم بهش میگن اسمارت مخفف چند تا مفهومه چند تا کلمه است
باید چیزی بهت بگم، ببخشید اینو کلمه سریع پیش بریم که داستان رو به جای خوبی برسیم. من تا 2 دقیقه اینو جمع کنم. این اسمارت رو راجعش بخونید. یکی از این کاراکترها میگه که هر هدفی که شما انتخاب میکنید باید قابل اندازه‌گیری باشه که چقدر تا اون مونده. میگه هدف شما اگر نتونید اندازه‌گیری کنید که اوکی چقدر من فاصله دارم، یا ممکنه به این هدف رسیدید نمیدونید خودتون یا ردش کردید. میگه هر هدفی میزنید باید بدونید چقدر مونده که به اون برسید، فاصله‌تون چقدره. و اینکه یه دیفینیشن آف دانی هم داره، من در چه شرایطی به این هدف رسیدم. یه نکته‌ای که آموزش دادن وجود داره که ته نداره. شما همیشه حس می‌کنی که اول مسیری دیفینیشن آف دان نداری برای هدفت، ولی شما وقتی توی محیط کارآموزی داری کار می‌کنی، یه آدمی هست که این سال اکسپریانس داره، برای شما اینکه چقدر با هدف فاصله داری و اندازه‌گیری می‌کنه با استفاده از تجربهش. اینکه کی شما اون گل رو بهش میرسی برای شما اندازه‌گیری میکنه. اینا بنفیت‌های محیطه. وگرنه اون آموزش شما تو شرکت میتونی ببینی، تو خونه هم میتونی ببینی، میتونی بری داکیومنت بخونی، هر ویدیویی ببینی. این اکسپریانس های این محیطه که تسریع میکنه فرآیند. وگرنه شما اصلا یک سال بشین 10 تا دوره جاوا اسکریپت ببین. من بارها آدمایی دیدم که فایده نداشته براشون. چرا؟ چون نمیدونه کجای مسیره. الان چی یاد بگیرم؟ الان چی کار کنم؟ الان با این دانشی که من دارم میتونم چه اقدامی انجام بدم، چه دستاوردی میتونم کسب کنم. شما تو محیط باشی راحت الاین میشید. حرف من اینه. من یه نظری دارم راجع به این. میشه از شما هم تقاضا می‌کنم که خیلی سریع پیش برید. یک دقیقه دیگه دوست سبزمون اگر تکیه بدم من ممنون میشم. ببین نظری که من دارم اینه که شاید اون موقعی که حالا شما کریر رو شروع کردی به این صورت بوده. خب بیشتر جاوا مثلا به این صورت بوده که آن سایت بوده، حتما شما باید حضور پیدا می‌کردی و اینجوری. ولی چیزی که میخوام بگم، من خودم جزو کسانی میدونم که تازگی وارد دنیای برنامه‌نویسی شده. خب چیزی که الان اتفاق افتاده، دوره‌ها خیلی کیفیتشون رفته بالاتر، دوره‌های خوب خیلی راحت‌تر میشه پیدا کرد و حداقل دوره‌ای که من دیدم به این صورت بوده که اول دوره برای شروع دوره یه ویژن بهت میده. اصلا این چیه؟ چرا داری یاد میگیری؟ به چی می‌خوای برسی که اینو داری یاد میگیری؟ اون پروژه رو بهت میگه این پروژه مثلا چه می‌دونم یه سیستم اتنتیکیشن داره، یه یو آی داره، یه فلان داره. میاد دونه دونه همه رو چپتر می‌کنه بهت یاد میده. و اون حسی که دقیقاً شما میگیری رو بهت میده که وقتی پروژه رو خودت میزنی تمام میشه، حس میکنی که این آموزش موفقیت آمیز بوده، به یه چیزی رسیدی. اوکی گفتم دیگه، اگه این نقطه رو پوشش بده چرا که نه؟ من گفتم دلیلم از اینکه میگم محیط چرا اینه. حالا اگر این آموزش بتونه پوشش بده چرا که چه اشکالی؟ خب بریم مثلا خیلی سریع بریم که وقت نداریم. بچه‌ها ببخشید که به سوال جواب نمیرسیم. بریم چند تا سوال اساسی که مونده رو بپرسم ازت. شروع مسیر تو با هم دیگه بررسی کردیم. یه دونه از بولت پوینت‌های مهم دیگه داخل کریرت، اگر که خیلی چیزای دیگه که نوشتیم و فاکتور بگیریم، اینه که تو به کارکرد داخل شرکت‌های بی‌نظیران، شرکت آلمانی با یه شرکت آلمانی کار می‌کردی. میتونی از تجربت داخل این فضا بگی چطوری جاوا فر گرفتی، چطوری اپلای کردی؟ یه خلاصه از تجربت از اینم. یه پارت گنده اینجا داریم میس می‌کنیم که خب من چون تهران زندگی نمی‌کنم که مهاجرت من از شهرستان به تهران بود. حالا این تیکر رو اسکیپ می‌کنیم. من سال کنکورم میشه برمیگردم شهر خودمون، بعد اینکه بتونم کنکور بدم و تو شهر خودمون بتونم دانشگاه برم. برمیگردم و خب اینجوری بود که من به 100% پتانسیل شهر خودمون که قبلا رسیده بودم، اومده بودم تهران. یه سال خورده هم تهران کار می‌کردم، بعد دوباره برگشته بودم. فازم اینجوری بود که من که کنکورمو دادم تو شهر خودم که حالا هر شرکتی بود، حالا مثلا که بزرگتری مثلا شرکت هنوز البته دوم با سلامه، خب با سلام کار کرده بودم، شرکت دیگه کار کرده بودم. تهران اومده بودم. تهران هم اتفاقا همین کارخونه نوآوری سوله اول هماوا کار می‌کردم و یک سال خورده ای رو حس کردم که اوکی استپ بعدی میتونه خارج از ایران باشه. شروع کردم اپلای کردم برای شرکت‌های خارج از ایران. رزومه آماده کردی؟ آره رزومه آماده کردم، شروع کردم اپلای کردن. حدوداً 2 ماه فکر کنم 50 روز اینا طول کشید. چند تا مصاحبه رفتم و در نهایت توی شرکت تونستم استخدام بشم و شروع به کار کنم. خب بذار چند تا نکته مهم این داستان با هم دیگه بررسی کنیم. یه دونه اینه که درست کردن رزومه قابل توجیه داشتن و اینا، رزومه که بشه واقعا باشه این کار کرد.
یه سری ظرافت‌ها داره احتمالاً. اینو یه جلسه بخواد فرانت چپتر کامل برام توضیح بده. اوکیه. داخل جلسات هفتگی. اوکی. ولی در مورد بولت پوینت دوم اینه که داستان زبانه و بعدش هم اینه که چطوری کانکشن، یعنی از هر کدوم یه پوینت بهمون بگو که کانکشن از اون چیه؟ این یکی که مثلا ریفرت کردن، از سمت ریفر کردن امتحان کردی یا واقعا داخل سایت ها مثلا دونه دونه همه رو اپلای کردی، چطوری نگاه می‌کردی کدوم‌ها اسپمه، کدوم‌ها مثلا. نکته یک زبان. من هنوزم که هنوزه فکر کنم یه ترم که به زبان من نرفتم. من زبانم کاملا خودخوان بوده. مثلا من قبل از اینکه الفبای فارسی یاد بگیرم یادم الفبای انگلیسی بلد بودم. نکته این بود که اون موقع که من کامپیوتر کار می‌کردم خب یک جمله کیبوردی جلوته. بعد من یادمه مثلا دکمه A من میرفتم مادرم میپرسیدم مامان این چیه؟ مامانم میگفت Aه. حالا اصلا A هی دونه دونه تو طول مدت مامان این دکمه چیه؟ این دکمه چیه؟ میگم مثلا این H. بس حروف الفبا رو اینطوری بلدی. آره. کیو و تی. آره. نه یه همچین چیزی هم بود. حالا بعدا فهمیدم که A B C D فلان. ولی من قبل از اینکه بدونم الف ب پ ت س فلان میرسم مثلا A B C D ولی واقعا فرمتش اون بود به ترتیب یا از این موقع رندوم آره. بعد اون موقع جی سند درستم که بود مهمترین انگیزه این بود. آره. من یادم اول دکمه ها رو از جاشون حفظ بودم. بعدم رمزهای جدید که میومد دیدم من نمیتونم همه جای این دکمه ها رو مثلا سومی از راست دومی از چپ. انگیزه یادگیری این الفبا اصلا این بود که حسویان بگو که من حسویان میتونم به ترتیب جاش رو حفظ کنم. بقیه رمزها رو من باید بدونم بخونم از روی اون چیت و اینطوری یاد گرفتم و بقیه زبانم خودم تو طول مدت کورس دیدم، یوتیوب، کتاب خودم خودخوان خوندم. پس زبان شرکت آلمانی نبود. زبان شرکت آلمانی نبود، انگلیسی بود. خب منم بگم من خواستم کلاس زبان رو با هم نفرستادم. دیگه دید که تو دیگه قشنگ نه قبل این موضوع کیوبرتی. آره حالا اونم داستان داره ولی خب نفرستادم. آره. خیلی هم خوب. آخرین پوینت هم برسیم ازش. آخرین پوینت هم بپرسم. به نظرت ببخشید بچه‌ها این سوالو ولی باید بپرسم. به نظر نپرسم. باشه آندرریتد ترین رپر فارسی کیه؟ من از اولش برای خندم میگم. میرسم اینو قرار بپرسم. اسم علی بیغم. علی بیغم. شت. تلخون نظرت چیه؟ کار تلخون رو دنبال می‌کنی؟ کار تلخون رو دنبال می‌کنم ولی اینطوریه که بعد یه پک آموزشی بخرید تو ماشین. یعنی اون راهی فقط اونجا جواب. پک آموزشی جواب. آره. امیدوارم که یه جلسه داخل فرانت چپتر داخل جلسات هفتگیمون در مورد خیلی پارت‌های مختلف داستان با هم دیگه صحبت کنیم. می‌خواستم در مورد AI، در مورد این شانس، در مورد مهاجرت، حتی در مورد این چیزا، حتی یه داستان خیلی جذابی هم در مورد که داستان‌های خیلی آموزنده در مورد سربازی مسئله هم داری که در مورد اینا هم سر فرصت دوست دارم صحبت کنیم. حتما. بچه‌ها به افتخار عمو مجتبی اگر میشه پدر پک آموزشی فرانت چپتر. دمت گرم یا آموزش با هم یه ریکورد کنیم. خیلی هم خوب بچه‌ها اگر ممکنه چون خیلی تایم کوتاهی داریم یه کیک داریم به مناسبت روز برنامه‌نویس. بیاید جان بیرون توی سالن اینجا میشه بیامش عکس بگیریم. اونجا یه اگر ممکنه بچه‌ها بیاد یه عکس و اینا رو باش بگیریم بعد دیگه بیرون تقسیم کنیم. خیلی با عشقی بچه‌ها 45 دقیقه پا به پای من خندیدید. شما رو استندآپ‌ها دعوت می‌کنیم. از همین پکا هم براتون میاد. پک 3D مکس رو میتونیم چیزو بگیریم، کیکو بگیریم. عکسو آره ولی ویدیوهاش هم می‌خواید بگیرید یا نه؟ آره یه دونه چیز داریم، دو تا فشفشه داریم. یه دونه هم اون، یه دونه هم که حالا فوت کنید و بعد دستتون هم بگیرم دیگه. آره اوکی.
از بیشتر نگو